من نتانستم در سال 2025 پولدار شوم. با سلام و درود خدمت تک تک شما دوستان عزیزم. امیدوار هستم هر کجایی که هستید جور و سرحال بوده باشید و شما را به یکی از ویدیوهای جدید خود خوش آمدید گفته. اگر شما عضو جدید هستید لطف نموده کانال ما را سابسکرایب کنید و علامه زنگوله را همچنان فعال داشته باشید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید ما را از دست ندهید. دوستای عزیز، پیشتر از تمرین آمدم و امروز تمرین زیر بغل داشتم. خیلی فوق‌العاده عالی بود تمرین ما. دیگه در حدود یک هفته میشه دوستای عزیز در یوتیوب ویدیو جور نکرده بودم. آمدم که از احوال شما با خبر شوم. چی گپاست امرای هوای سرد و زمستان سرد، فصل سرمای زمستان کنار خانواده و دوستای عزیزتان با خوبی و خوشی بگذرانین. در اخیر سال 2025 قرار داریم با تمام مشکلات و چالش هایی که داشتیم سال 2025 به پایان رساندیم و خیلی از دوستای ما به این فکر است که ما نتانستیم که در سال 2025 دستاورد داشته باشیم و خیلی احساس بی‌انگیزگی، احساس ناامیدی دارند. مثلا بعضی از دوستان میگه که من نتانستم در سال 2025 پولدار شوم، گرچند من تلاش خود به خاطر رسیدن به پول انجام دادم اما نتانستم. بعضی ها میگه که مثلا من 1 سال است که زحمت میکشم که وزن خود کاهش بدم و تمرین را انجام دادیم به صورت درست اما نتیجه نگرفتیم. بعضی ها میگه که نتانستم زبان انگلیسی را یاد بگیرم، 1 سال است که کوشش کرده رایستم اما نتیجه نگرفتیم. درست است که ما 1 سال را به پایان رساندیم. مشکل در اینجاست که ما خود را با دیگران مقایسه میکنیم. ایناله یک نفر مثلا برای من میگه که من نتانستم زبان انگلیسی را یاد بگیرم، 1 سال از تلاش کرده رایستم، ولی دوست ما هست که در مدت 6 ماه زبان انگلیسی را یاد گرفته و با مهارت های زبان انگلیسی آشنایی پیدا کردم. اینال قصه از اینجا آغاز میشه که امی سطح تلاش هر کس متفاوت است، مسیر هر کس متفاوت است. یک نفر با تلاش کمتر میتونه که نتیجه بگیره، یک نفر با تلاش بیشتر. مثلا توی که 1 سال است انگلیسی میخوانی و نتیجه نگرفتی، به این معناست که خودت نیاز به این داری که تمرین بیشتر کنی، چون ممکن قبلا شما انگلیسی نخوانده باشین و این اولین بارتان است که انگلیسی میخوانید. باز شما خود را با کسی که در 6 ماه انگلیسی را یاد گرفتن مقایسه نکنید. اونا ممکن قبلا انگلیسی را جای خوانده باشن. از این که شما 1 سال تلاش کردین، این بزرگترین دستاورد براتان است که تانستین که 1 سال دوام بیارین و به تلاش های خود تا حال ادامه دادین. اینی میتونه یک بزرگترین دستاورد براتان باشه. امی که ناامید نشدین، امی که یک انگیزه به خاطر رسیدن به هدفتان دارین، این میتونه شما را به موفقیت برسانه. دوستای دیگه ما میگه که مثلا من نتانستم که وزن خود کاهش بدم، خود را با دیگران مقایسه میکنم. برنامه هر کس فرق میکنه. مشکل زمان شروع میشه که ما تنها اون نفر موفقیتش میبینیم، ایرا نمیبینیم که پشت اونمو موفقیت که او آدم به دست آورده چی بیخوابی های را او انجام داده، چی تلاش های دوامدار را انجام داده و ممکن او آدم نهایت تلاش خود انجام داده تا وزن خود کاهش داده. باید از ما سطحی فکر نکنیم. یک نفر زمانی که به یک موفقیت میرسه ما تهش را ببینیم که او آدم چقدر تلاش را انجام داده تا به او جایی که امروز است رسیده. ما موفقیت خود مطابق به تلاش که انجام میتیم تضمین میکنیم.
هر قدر تلاش ما بیشتر و بیشتر باشه، ما نتیجه مطلوب دریافت میکنیم. دوستای دیگه ما هست که میگن تلاش نهایی خود انجام دادم به خاطر به دست آوردن پول. دوستای ما تانستند در سال 2025 پولدار شدن، موتردار شدن، ولی من هنوزم بی پول هستم. خب دوست عزیز، داستان تو مثل بقیه داستان کسایی است که امروز به موفقیت رسیدن. امی غربی ها و خارجی ها یک مثال دارن، میگن آدم هوشیار، آدم موفق کسی است که هر مصیبت بالایش میایه اونمو مصیبت، اونمو مشکل به یک فرصت تبدیل کنه. اینال شما هم میتونین که پولدار شوین، شما میتونین که صاحب موتر شوین، به موفقیت برسین. مهمی است که شما به تلاش های خود دوام بدین و زمانی که شما انگیزه تان از دست میتین، زمانی که ناامید میشین، به این فکر کنین که خداوند اقدر مهربان است، اقدر بخشاینده است که هر آن چیزی که خودت میخوایی به او بالاخره میرسی و خداوند تو را به خاطر رسیدن به هدفت حتما کمک میکنه و تو باید او کمک از خداوند بخواهی. ناامید نشوی از دربار خدا، خداوند تو را کمک میکنه. به این فکر که زمانی که خداوند در دلت یک آرزو، یک هدف مندازه، حتما توانایی و استعداد او هدف و آرزو را در تو دیده که خداوند در دلت او آرزو و هدف را قرار داده. تو توانایی از این را داری که به هدف خود برسی. تلاشت امی باشه که خود را با دیگران مقایسه نکنی. نوبت تو هم میرسه، تو هم میتونی به موفقیت برسی. با این زیاد فکر نکن که او آدم پولدار شد ما پولدار نشدم، او آدم صاحب موتر شد ما صاحب موتر نشدم. کوشش بکن که خود را با دیگران مقایسه نکنی. یک دومی که زیادتر تمرکزت روی مقصد نباشه، از مسیر خود باید از لذت ببری. تمرکز روی مسیرت باشه و در ضمن تلاش که انجام میدی رویش تمرکز باید باشه. از مسیر که در او قرار داری لذت ببر و تلاش خود انجام بده. بالاخره این روزهایی که خودت رنج میبری و تکلیف را متقابل هستی و با چالش ها مواجه هستی، این کلش بالاخره به یک خاطره تبدیل میشه. کوشش بکن که این از این مسیرت لذت ببری و به خاطر نزدیک شدن به هدفت تلاش کنی. خداوند بی نهایت مهربان است و زمانی که اعتماد و ایمانت را نسبت به خداوند بیشتر بسازی، تو میتونی که انگیزه تا هم بیشتر بسازی. همی که ناامید نشدی، همی که تا این جای کار تلاشت را انجام دادی، این بزرگترین دستاوردت است. خیلی های دیگه در مسیر را ناامید میشن و از هدف خود دست میکشن و خودت که از هدف دست نکشیدی تا اینجای کار را دوام دادی، این بزرگترین دستاوردت است بر سال 2025. خیر است اگر تو به هدفت نرسیدی، ممکن نیاز به تلاش بیشتر داشته باشی و سال 2026 میتونه یک سال پر از دستاورد برات باشه، در صورتی که ناامید نشوی، به تلاشت ادامه بدی. هر چیز ممکن است. ما باور دارم به او هدفی که داری حتما میرسی. باید تلاش کنی، ناامید نشوی. به این همیشه باور داشته باشی که خداوند مرا برای رسیدن به هدفم کمک میکنه. دوستان نهایت عزیز، رسیدیم در پایان این ویدیو. اگر این ویدیو مورد پسند شما قرار گرفت لطفاً لایک کنید و اگر نظر و پیشنهاد داشتید میتونید در جای کامنت با ما به اشتراک بگذارید. چی اهداف دارین در سال 2026
اهدافتان را در کامنت سکشن بنویسید. برای حمایت از کانال ما لطف نموده کانال ما را سابسکرایب کنید و علامه زنگوله را همچنان فعال داشته باشید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید ما را از دست ندهید. براتان یک سال خوب و خوش آرزو میکنم. انشالله که سال 2026 یک سال پر از دستاورد و پر از موفقیت براتان باشه و به هر آن چیزی که آرزویش در دل دارین خداوند شما را به آرزویتان برسانه. تا درود بعد، بدرود.